صبح خیر مردم شریف توریکسون، امیدوارم خوب هستین. رئیس شهر نیویورک ماندانی گفت که اسرائیل را نه همچون یک دولت یهودی اعتراف میکنند و اسرائیل را در نسل کشی مردمی به صلیب غزه متهم کرد. بنا مخالف تاجیک با گفته لیدری اسلامی رئیس شهر نیویورک شما راضی هستید؟ یکم گروه بسیار با نام مخالف تاجیک با نام دموکراتیا و دیگم پیف یعنی نازد با نام اسلامی. محمد اقبال بلاگر، محمد جان کبیری فرزندی محیدین کبیری، عبیدالله سعید داماد اقبال بلاگر، شرافدین گدایف، رجب علی شمس‌الدین رئیس نیویورک ماندانی راست میگوید که در غزه نسل کشی است؟ بله یا نه؟ من میدانم که شما به نام مخالف تاجیک درست هستید، برای که گفته نمیتونید که در غزه نسل کشی است. یاد بگیرین ای رئیس شهر نیویورک لیدر اسلام، گفته میتونید، برای که شما درست جولیک غلام ناتو هستین. من راست میگویم. با نام مخالف تاجیک شما با نام مخالف تاجیک و با نام مجاهد برای $10 ملت و دین اسلام سوداگری هستید. محمد اقبال بلاگر غلام کی بوده؟ даже میترسی درست بگویی که نسل کشی است در غزه یعنی گنوسید. درست هستی؟ اقبال بلاگر تینی تو که درست تو جولیک هستی. غلام کی بوده است؟ ما یا که شما продажньо натовські продажні هستین شما؟ ایبین 2 سال گذشت یک بار برای غزه گپ نزدین. یا جان تشکر هموطنان عزیز.